اگر تو هم میخوای ایونت جدید ورزو موبایل رو هر چه سریعتر کامل کنی و مثلا این دوتاگانه خوشگل و جذاب رو بگیری، این ویدیو مقصود تو، این ویدیو رو تا آخر ببین. Ready or not. آقا سلام، درود خدمت شما گنگ کف ورزو موبایل، کف ریورسایلن، کف وردانتیت. بعد چی خبر؟ خیلی خوش اومد به این ویدیو. و توی این ویدیو اومدم بهتون که آموزش این ایونت رو بهتون بدم که چطوری ایونت ها رو جلو ببرید. بچه‌ها همینطور که الان میخوام بهتون بگم، ببین ایونت که الان میبینید اینه دیگه. ایونت دوتا گان داره میده، با اینا هم که میتونید از توی شاپ خرید کنید. اینم که امبلم تصویرتونه، تصویر بازیتون. اینم که برچسب گانه، و اینم که کالین کارد. بچه ها کنید، شما ماموریت دارید دیگه. یعنی شما توی ماموریت باید چیکار کنید؟ ببین نکن بچه ها، اینا لیست ماموریت هست. نکنید مثل زده اگر توی بی آر اسیست بگیرید. اسیست یعنی چی؟ میشه مثلا کمک یارتون کنید، یا مثلا شما بکشید یارتون بزنتش، یا یارتون بزنتش شما بکشیدش. این میشه اسیست. هر اسیستی که شما بگیرید 25 تا دونه ای پی میده بهتون. حالا کیل استریت یوز. کیل استریت یوز یعنی چی؟ کیل استریت یه چیزه، یه حالت کلاس آیتمه، چی بگم بهش، توی اون بخش روی اونایی که روی زمین باید برداری و یه چیز میندازه، یه موشک میاد که بمبارون میکنه. اون بم میگن کیلستریک. کیلستریک هر کیلی که باش بزنید 400 تا حساب میشه. بعدی زده ایلیمینیشن. ایلیمینیشن یعنی هم کشتن، کیل گرفتن. توی مولتی پلیر، که مولتی پلیر دیگه میدونید کدوم بخش دیگه، اون حالت بازیه که توی مپ کوچیکید و باید همدیگه رو بزنید. اون توی هر کیل شما، هر ایلیمینیشن شما 25 تا دونه ای پی میده. و بای استیشن میگم. بای استیشن انی یعنی چی؟ یعنی شما هر چیزی که از اون بای استیشن یا اون فروشگاه خرید کنید 50 تا بهتون ای پی پوینت میده. و این بالا نوشته چی؟ کانترکت. هر کانترکت که شما پر کنید 500 تا میده. که حالا این زرده رو که میبینید، اینو بهتون میگم که چطوری شما باید انجام بدید که این زرد بغلش هم بیاد. یعنی در حالت عادی به شما 500 تا میده، ولی من یه کاری کردم، یعنی میشه کار کرد دیگه، میشه یه کاری کرد که 500 تا حتی بیشتر هم بهتون بده. یعنی 2 برابر کنید و از هر یه دونه کانترکشن شما 1000 تا بگیرید، 1000 تا ای پی بگیرید. چیکار باید کنید؟ ببین کانترکت یه ماموریت کوچیکی توی بازی هست، یه حالتهای سبزی که من بهتون نشون میدم جلوتر. اون حالتهای سبز رو باید بگیرید، روش عکس ذره بین داره، روی اون عکس ذره بین داره. اونو که شما فعال کنید یه کانترکت میاد براتون که باید برید دنبال چند تا جعبه، چند تا چست که بهتون نشون، و باید برید دنبال اونا چستا رو واکنید. این 3 تا چستا رو که واکنید بهتون 500 تا میده. بعد زده ایلیمینیشن بی آر. اون ایلیمینیشن یعنی کشتن توی مولتی پلیر بودی، کشتن توی بتل رویاله که 50 تا بهتون میده. و اسید رایفل ایلیمینیشن بی آر یعنی شما داخل بتل رویال اگر با دسته اسید رایفل کیل بگیرید، حالا من بهتون میگم دسته اسید رایفل چیه، کیل بگیرید 200 تا بهتون اضافی میده. حالا من الان بخوام به شما اسید رایفلا رو نشون بدم، اسید رایفلا اینا، این قسمت میشه اسید رایفل. با هر گانی که اینجا هست اگر شما کیل بگیرید میشه اسید رایفل که 200 تا میگیرید. حالا ما برای اینکه بالاخره سریعتر ببریم جلو این ایونت رو باید چیکار کنیم؟ بچه اولا مپ ریورس آیلند بذارید که قشنگ بغل همدیگه راحت میتونید همدیگه رو بکشید، کیل بگیرید. این بکنم یه چیزایی داره بازی، یه
به اصطلاح بهش میگن بوستر. الان عکسش میاد تو تصویر. به این میگن بوستر. بوستر چیکار میکنه؟ ایناست. به اینا میگن بوستر. به اینا رو توی چستای عادی میتونید پیدا کنید. هر چقدر چست بیشتر باز کنید اینا میگیرید. مثلا نکن اینو از من گرفتم. این چیه؟ 25% EP point event point بوستر. یعنی چی؟ اگر شما اینو بگیرید، این دوتا رو که الان من گرفتم، 25% بیشتر بهتون اگر کانترکت پر کنید یا ماموریتی که عکس ذره بین هست روشو بگیرید 25% بیشتر بهتون پوینت میده. یا مثلا این زده اسید رایفل ایلیمینیشن، توی کیل با دسته گان اسید رایفل 10% بیشتر بهتون ایپی پوینت میده که اینا رو همه رو میبینید. من الان گرفتم. و این زده ایلیمینیشن عادی که توی ایلیمینیشن عادی کشتن عادی 10% بیشتر بهتون میده و همینطوری رده های مختلف هم داره. باید اینا رو بگیرید. توی چستای عادی هم میتونید پیداشون کنید. حتما اینا رو بگیرید، خیلی کاربردیه. و من هنوز تمام نکردم، یعنی مونده 3 روز دیگه مونده. همین امروز براتون ویدیو آپلود میشه اگر اشتباه نکنم. حتما بگیرید چون واقعا حیفه. و ویدیوی بعدی که بذاریم، یعنی ویدیوی بعدی همون روز اول ایونت میام بهتون میگم که باید چیکار کنید که دیگه سریعتر شما بتونید ایونت ها رو تمام کنید. با اینا هم که میتونید این دوگان خوشگل رو بگیرید دیگه. اگر من برم داخل به اصطلاح شاپ، توی اینجا ایونت استور شما میتونید اینا رو بگیرید که حالا این امبلم خوشگله، این چارمه و این گان خوشگل تفنگ چیش میگن هندگان میگن. توی کال اف دیوتی موبایل میگن پیستول، تو اینجا شده هندگان. این ماشین خوشگل و این گان زیبا و یه دونه چیز استثنایی، یه چیز خدا خیلی خوشگل داشتم، اسکین میس. بچه همین اسکین فقط رنگ زرد نداشت، اومده بود باندل 500,000 تومن. یعنی همین، هیچ فرق دیگه نش بجز اینکه مثلا رنگش یه ذره فرق کنه. 500,000 تومن. واقعا این میسه رو بگیرید، این میسه واقعا میارزه. و مرسی که این ویدیو رو دیدید. اگر خوشتون اومد از این ویدیو یادتون لایک کنید، سابسکرایب کنید و هر عشقی دارید، هر حالی میخوایم به ما بدید، با کامنت، با ساب، با لایک اصلا بهتره کنید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا یه ویدیو دیگه میبینمتون. فعلا پیس.